در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع باعث شدند. مقدار بهره ولتاژ رو خواسته. مشخصات تحلیل AC مون هم داده و نیازی به تحلیل DC نیست. خب از این نتیجه میگیریم 1 به GM1 میشه 100 اوم و از اینجا هم 1 به GM2 200 اوم میشه. توی مود AC اینها زمینن. این جریان VO 300 اومه، گیت جریان نداره، پس این جریان ها هم VO 300 اوم خواهد بود. ولتاژ این نقطه میشه VO 300 اوم در 1 به GM1 که 100 و برابر با VO سوم میشه. حالا توی این نقطه VO داریم و این پایین VO سوم، بنابراین جریان این شاخه میشه 2/3 VO به روی 1 به روی GM2 و در نهایت VO 300 اوم میشه. پس از این شاخه جریانی عبور نمیکنه و این VO سوم برابر با همون V این خواهد بود. پس گین ما هم برابر با 3 میشه و گزینه 3 صحیح.